سلام، من جسیکا هستم و امروز خیلی هیجان دارم که یک غذای خوشمزه رو به شما یاد بدم. رولت گوشت آلمانی به سبک مامان بزرگم. مواد لازم برای این غذا: گوشت فیله گاو، خردل، نمک و فلفل، پیاز، خیارشور، بیکن، هویج، ریشه کرفس، تر فرنگی، روب گوجه فرنگی، عسر سبزیجات، ارد، سیب زمینی، کلم قرمز، شراب قرمز و روغن. اول سبزیجات رو آماده می کنیم. هویج، ریشه کرفس، یک پیاز و تر فرنگی رو حبه خرد می کنیم و خیارشور و یک پیاز رو برای توی گوشت نازک می بریم. حالا میریم سراغ گوشت. از اونجایی که خسابی کار مرد است، گوشت رو دارم توست پسر ایرانیم خرد کنه. ما گوشت فیله تیکه‌ای داریم و به قطر نیم سانت و طول و عرض 15 سانت میبریم و بعد گوشت کوب میکوبیم تا پرتا و نازک‌تر بشه و یک دست بشه. حالا پیازهایی که خلالی خرد کرده بودیم رو با یک کم روغن سرخ میکنیم. برای اینکه کاراملی بشه، وقتی یکم رنگ پیاز عوض شد بهش 2 قاشق آب اضافه میکنیم و سرخ میکنیم. وقتی پیاز کاراملی شد اونو کنار میذاریم. الان نوبت رول کردن گوشته. اول نمک و فلفل، بعدم 1-2 قاشق سس خردل رو گوشت بمالید. بعد یک تکه بیکن، چند تکه خیارشور و چند تا پیاز کاراملی رو اینجوری رو گوشت میذاریم. حالا از 2 طرف کنارها رو تا میکنیم و گوشت رو میپیچیم. بعدش با خلال دندون یا نخ آشپزی رو محکم کنیم و روی شعله زیاد رولت ها رو از هر طرف خوب طلایی می کنیم. این کار رنگ و مزه فوق‌العاده‌ای میده. همین که 2 طرفش سرخ شد رولت ها رو از ظرف در میاریم. در همون قابلمه پیاز، هویج، ریشه کرفس و تر فرنگی رو میریزیم و چند دقیقه میذاریم سرخ بشن. پس از 3 دقیقه 2 قاشق روب گوجه فرنگی اضافه میکنیم و میکس میکنیم. وقتی روب سرخ شد یک کمی عطر رو روی سبزیجات میپاشیم و بس میکس میکنیم. بعد از 2 دقیقه شراب قرمز اضافه میکنیم و میذاریم جوش بخوره تا الکل از بین بره. بعدش عسر سبزیجات رو تو نیم لیتر آب جوش حل میکنیم و به غذا اضافه میکنیم. رولت ها رو دوباره تو قابلمه میذاریم تا با سس بپزن. حالا حرارت رو کم میکنیم. میذاریم 1.5 تا 2 ساعت آروم بپزن تا هم گوشت نرم بشه و هم سسمون خلیص شه. بعد از پخت رولت ها رو به آرامی در میاریم. رولت رو با سیب زمینی پخته و کلم قرمز ترش سرو میکنیم. یک غذای سنتی و دلپذیر. اگر این غذا رو تست کردید حتما تو کامنت ها بهم بگید چطور شد و لطفاً ویدیو رو لایک و چنل رو سابسکرایب کنید برای غذاهای بیشتر در آینده. مرسی، خداحافظ و تا ویدیوی بعدی.